تو این ویدیو قراره در مورد این صحبت بکنیم که چه جوری میتونیم یک پرامپت درست بنویسیم و ساختار پرامپت شامل چه چیزهایی میشه. خب درست نوشتن پرامپت چه تأثیری داره؟ باعث میشه که ما بتونیم نتیجه بهتری از هوش مصنوعی دریافت کنیم، کمتر بهمون جواب دم دستی بده و زودتر بتونیم به اون جوابی که مد نظرمون هست برسیم. سلام، من امیدم. قبل اینکه بخوایم به ساختار درست یک پرامپت بپردازیم، باید ببینیم پرامپت یعنی چی. خیلی ساده، پرامپت یعنی همون سوال و دستوری که ما به هوش مصنوعی میدیم. هر چقدر ما این دستور رو کاملتر بنویسیم، جزئیات دقیقتر و خواسته هامون رو دقیقتر بگیم، در نهایت خروجی بهتری از هوش مصنوعی دریافت میکنیم. در واقع میشه گفت پرامپت نویسی همون هنر ارتباط یا برقراری ارتباط با هوش مصنوعیه. مهم نیست که کجا میخواین پرامپت بنویسید. ساختار درست پرامپت توی همه ابزارهای هوش مصنوعی یا LLM ها کاربرد داره. یعنی شما اگر یک پرامپت درست بنویسید، چه توی جمینای باشه، چه توی چت جی پی تی باشه، چه گراک باشه، این میتونه ریزالت بهتری به شما بده، نتیجه بهتری به شما بده. خب پرامپت بد یعنی چی؟ پرامپت بد یعنی اینکه شما فقط کاری که باید هوش مصنوعی بکنه رو بنویسید. یعنی بنویسید من یک سری ایده محتوایی برای فلان موضوع میخوام. اینجا جوابی که هوش مصنوعی به شما میده جواب خیلی دم دستیه، چون شما هیچ اطلاعات بیشتری در مورد نیاز خودتون بهشون ندادید و ساختار مشخصی ازش نخواستید. یک پرامپت درست شامل موارد زیر میشه که یکی یکی الان در موردشون توضیح میدم. مورد اول تاسک یعنی این که ما دقیقاً باید به هوش مصنوعی بگیم که چه انتظاری ازش داریم، چه کاری باید انجام بده. میخوام بنویسی، میخوام تحلیل بکنی، میخوام بهم ایده بدی، میخوام همچین چیزی رو بسازی. در واقع ما انتظارمونو و اون چیزی که ازش میخوایم رو مستقیم به چت جی پی تی باید بگیم. نکته که وجود داره، اگر چند تا درخواست داریم، مثلا میخوام همچین ایده ای رو بدی، بعد مثلا براش بنویسی، اینا رو بهتر شماره گذاری بکنید تا تاسک ها مشخص بشه. مورد بعدی، مورد دوم، بحث کانتکست هست. هوش مصنوعی نمیتونه ذهن ما رو بخونه و بفهمه که ما دقیقاً چه انتظاری داریم. پس دقیقاً مشابه یک انسان ما باید براش توضیح بدیم که چه چیزهایی مد نظرمونه. یعنی اگه مثلا داریم میگیم که یک سری ایده محتوایی برای یک برند لباس بده، ما اینجا باید بیشتر توضیح بدیم که اون برند لباس دقیقاً چه برندیه، هدفش چیه، مخاطب هدفش کیه، برای چه سطحی از جامعه است و اگه اطلاعات قبلی ازش داریم بهش بدیم و کامل باید واسش روشن بکنیم که این برند لباس ما چه برندیه. و مورد بعدی بحث رول. ما باید توی پرامپتامون با توجه به درخواستی که داریم به چت جی پی تی نقش بدیم. نقش دادن باعث میشه که هوش مصنوعی از اون زاویه به موضوع ما نگاه بکنه. حالا این نقش دادن میتونه هر چیزی باشه. مثلا میتونیم بگیم تو یک استراتژیست شبکه اجتماعی، یه دونه حسابداری، یک بازاریابی، یک کارشناس فروشی، یک معلمی، هر چیز دیگه‌ای، هر حوزه‌ای رو میتونیم بهش نسبت بدیم. این باعث میشه که هوش مصنوعی دقیقاً بتونه از اون استانداردهایی که تو اون حوزه مد نظرمون هست استفاده بکنه و کمتر جواب دم دستی بهمون بده. مورد بعدی بحث رول هست. قوانین و محدودیت هایی که باید برای پرامپت بذاریم. در واقع این باید نباید هاییه که توی پرامپتمون باید استفاده بکنیم. مثلا از این کلمات استفاده نکن، یا مثلا میخوایم بگیم طول متن بیشتر از این مقدار نباشه. توی مثلا خروجی که به ما میدی، مثلا برای متن اگه بخوایم بگیم از شوخی استفاده نکن، یا نمیدونم ایموجی استفاده نکن، یا هر چیزی که ما بخوایم قواعدی که باید رعایت بکنه رو داخلش بنویسیم. مورد بعدی بحث خروجی هست، output format. یعنی ما به چه شکلی بخوایم جواب رو از هوش مصنوعی بگیریم. این حالا میتونه فرمت‌های مختلفی داشته باشه. میتونه به شکل یک تیبل یا شیت، حالا اکسل یا گوگل شیت باشه. میتونه به صورت
همینجوری متن باشه، میتونه به صورت کد بلاک باشه، یا مثلا ساختار خودمون واسش بگیم مثلا اگه میخوای بهم ایده محتوایی بدی، اول بیا موضوعشو بنویس، بعد توضیحات بنویس، بعد یه کپشن اینستاگرامشو بذار. ما اینجوری میگیم تو این ساختار به ما خروجی رو بده. در رابطه با تمامی اینا یه مثال جلوتر داریم که اینا رو بهتر متوجه میشیم. مورد بعدی بحث رفرنس هست که ما میتونیم توی هوش مصنوعی همزمان با پرامپتمون یک سری فایل هم پیوست بکنیم. به عنوان مثال اگر ما داریم در مورد کسب و کار خودمون یک پرامپتی می‌نویسیم و یک درخواستی داریم مثل ایده محتوایی، میتونیم کمپانی پروفایلمون یا مثلا فایل مخاطبین هدفمون که از قبل برای کسب و کار آماده کردیم رو پیوست پرامپتمون بکنیم. این باعث میشه که هوش مصنوعی درک بهتری از کسب و کار ما پیدا بکنه. پس هر فایلی توی قالب‌های PDF، عکس، اکسل یا هر چیز دیگه داشتید میتونید همزمان با پرامپتتون ارسال بکنید یا پیوست بکنید. مورد بعدی بحث لحن هست. این که ما میتونیم خروجی مد نظرمون رو با لحن‌های متفاوتی داشته باشیم. مخصوصا کسایی که حالا توی حوزه کانتنت کار میکنن این خیلی مهمه که لحن خروجی مثلا دوستانه باشه، رسمی باشه، قاطع باشه، نمیدونم تند باشه، خشن باشه، شوخ باشه. انواع لحن‌های مختلف رو میتونیم خروجی بدیم. و مورد آخر بحث اگزمپل، یعنی یک مثال و نمونه از چیزی یا خروجی که برای شما مطلوب بوده رو به هوش مصنوعی میدیم تا براش مشخص بشه که دقیقاً چه جزئیاتی مد نظرمونه. به عنوان مثال اگه قراره مثلا کپشن براتون بنویسه، شما کپشنی که براتون مطلوب بوده میتونید به عنوان مثال براش توضیح بدید و بگید که این یک مثلا کپشن درسته به نظر من، و اون سعی میکنه تو همون ساختار برای شما کپشن بنویسه. نکته مهمی که وجود داره اینه که بحث کانتکست و تاسک و رول 3 تا از چیزاییه که حتما توی پرامپت باید رعایت بشه و موارد دیگه مواردیه که اگر داخل پرامپتتون رعایت بکنید بسیار میتونه مفید باشه. خب حالا بریم یه دونه مثال ببینیم از پرامپت هایی که مد نظرمون هست. توی این مثال همونطور که میبینید من اینجا تو این فایل مشخص کردم رول، کانتکست، اینا هر کدوم با چه رنگی مشخص شده. بریم مورد اول. اینجا با رنگ صورتی اولین چیزی که هست بحث روله. میگه مثل یک استراتژیست شبکه‌های اجتماعی عمل کن. و برای معرفی یک برند لباس و اینجا بحث کانتکسته. ما داریم اطلاعات بیشتری در مورد چیزی که میخوایم بدیم. یک برند تازه لباس که لباس‌های بیسیک با کیفیت خیلی بالای مردانه تولید میکند و مخاطبش انسان‌های ساده پوش و کیفیت دوست هستند. بعد از این میریم توی بحث تاسک که میگیم یک تقویم 30 روزه ایده های اینستاگرام به من بده. ایده های محتوایی اینستاگرام. و برای هر روز همین موارد رو دقیق ارائه کن. فرمت محتوا که حالا شامل کراسل، فوتو، استوری، ریلز، ایده کوتاه در حد یه جمله، کپشن، هشتگ، CTA. ما اینجا در واقع اومدیم یکم بیشتر تاسکمون رو باز کردیم که دقیقاً چه چیزهایی انتظار داریم. دوباره بحث کانتکست میگیم برند رو اینطور در نظر بگیر که تاکید روی کیفیت، بافت، پارچه دوخت و موارد این چنینی داره. سبک بصریش مینیمال و خیلی ساده است و یک سری رول و بحث محدودیت ها رو براش گذاشتیم بدون ایموجی و شعارهای بهترین و بی‌رقیب، یعنی اینا رو اصلا استفاده نکن، قیمت اعلام نکن و مورد بعدی هر ایده باید قابل اجرا با موبایل و نور طبیعی باشه. بحث تون رو داریم، بحث لحن آرام، مینیمال و مطمئن، مناسب مخاطب عمومی و بحث خروجی که ما مد نظر داریم output فرمت که گفتیم خروجی رو به صورت یک تیبل بده با ستونهای روز، فرمت، ایده، شات، کپشن، هشتگ و CTA. یعنی در واقع به صورت یک شیت ازش خواستیم. شیت حالا هم تو گوگل شیت میشه استفاده کرد هم تو اکسل. و اینجا هم بحث رفرنس رو گفتیم که فایل هویت بصری و استراتژی برندمون هم برات پیوست کردم. این یک نمونه ساده حالا از یک پرامپتیه که ما این ساختار رو توش رعایت کردیم. یه مثال دیگه ببینیم. مثلا اینجا ما رول میدیم، میگیم مثل یک برگزار کننده ایونت عمل بکن.
و میره توی کانتکست و برای یک مهمانی دور همی خانگی 10 نفره در آخر هفته، اینجا میره توی تسک میخوام برای نوشیدنی، غذا و بازی بهم ایده بدی. مجدد یک توضیح بیشتری میدیم. کانتکست: مهمانهای من رنج سنی 20 تا 30 سال هستن، خیلی پر انرژی و مثلا شادن. این موارد رو در نظر بگیر. اینجا داریم رول میدیم، میگیم از دستورهای پیچیده پرهیز کن، چیزایی که بشه تو سوپرمارکت و میوه فروشی تهیه کرد. ایده های خیلی تکراری بهم نده. توی غذا حتما گزینه‌های برای گیاهخوارا در نظر بگیر. نوشیدنی ها غیر الکلی باشه. خروجی رو به صورت جدول بهم بده که یک جدولی که شامل ستون‌های نوشیدنی، غذا و بازیه و برای هر کدوم 10 ایده رو تو یک خط توضیح بده که چیه. بریم حالا خروجی اینا رو ببینیم که به چه شکله. توی مثلا بحث ایده های محتوایی که من دقیقاً همون پرامپت رو اینجا کپی کردم، میاد دقیقاً 30 تا ایده توی یک تیبل بهم میده. ایده های مختلفی، فرمتاشو برام گفته، شاتاشو گفته، کپشنشو گفته، سیتی دقیقاً طبق همون درخواستی که من بهش دادم. به یه شکل دیگه هم میشه این پرامپت رو نوشت. من توی این پرامپت که این پایین تر گذاشتم گفتم من یک تولید کننده محتوا در حوزه پوشاک مردانه هستم، میخوام به من ایده های کوتاه برای ریلز بدی. عمیقاً در مورد مشکلات، تصورات و خروجی‌های مطلوب مخاطب هدف من که آدم‌های ساده پوش و کیفیت دوست هستن فکر کن و محتوا رو حول محور ما بساز. حالا فرقش با قبلیه چیه؟ خروجیش هم گفتم که حالا یک جدولی بهم بده، اما من اینجا گفتم قبل از شروع میخوام حداقل 10 سوال من بپرسی که واقعا به درک بهتر مخاطب هدف من کمک بکنه. اینجا در واقع چیکار کردیم؟ اومدیم یه قسمتی رو سپردیم به خود هوش مصنوعی. گفتیم که بیا تو بحث کانتکست که قرار بود اطلاعات بیشتری بدیم، گفتیم که بیا خود تو از من سوال بپرس که من چه چیزای بیشتری باید بهت بدم که درک بهتری داشته باشی. و اینجا بعد از اینکه اینو میدیم 10 تا سوال از ما میپرسه و ما وقتی این 10 تا سوال رو جواب میدیم طبق همون ساختار بهمون یک سری ایده محتوایی میده. من این پرامپت رو براتون توی یک فایل قرار میدم که میتونید بهش دسترسی داشته باشید. مثال بعدی بحث حالا ایده یک حالا مهمونی بود که اومده الان دقیقاً به همون شکلی که ما میخوایم. یک سری ایده خیلی باحال داده از نوشیدنی، غذا و بازی هایی که حالا میشه ارائه داد. مثلا موکتل انارنعنا، نمیدونم آیس تی هلو، نمیدونم اسموتی موز، کره بادام زمینی، چیزای جالب، ایده های جالبی تونسته بده. در صورتی که شما اگر اینو خیلی ساده بنویسید که یک سری ایده برای یک حالا مهمونی دور همی بده، خیلی چیزای ساده ممکنه بهتون بگه، نمیدونم مثلا موهیتو، چیزایی که خیلی حالا دم دستیه. خب بریم برای چند تا نکته نهایی. مورد بعدی اینه که وقتی که پرامپتتون رو می‌نویسید و خروجی رو دریافت می‌کنید طبق همون ساختار درستی که در موردش صحبت کردیم، ناامید نشید. اگه جواب بدی داد اصلاحش کنید. یعنی همین جوری بهش بگید که این مشکل داره، این مشکل داره، اینا رو اصلاح بکن و همین جوری باش جلو برید تا در نهایت خروجی مد نظرتون رو بده. اگه تو همون پرامپت اول جواب درست نگرفتید اصلا ناامید نشید. و مورد بعدی اینه که از خود هوش مصنوعی برای نوشتن پرامپتتون استفاده بکنید. یعنی اگر نمیدونستید که چه چیزهای دیگه ای اگر بگید خوبه و میشه خروجی بهتری گرفت، از خود هوش مصنوعی بپرسید که این پرامپت منه، چه چیزهای دیگه ای میتونم بهش اضافه بکنم که جواب بهتری بگیرم، نتیجه بهتری بگیرم. نکته دیگه که وجود داره اینه که تسک های خیلی پیچیده ای اگه از هوش مصنوعی میخواین ترجیحاً تو چند مرحله بهش بدید. یعنی اگر چند تا تسکه و خیلی کار پیچیده‌ایه ممکنه خروجی خوبی دریافت نکنید. پس بهتره که اینا رو تو چند مرحله و چند تا پرامپت درخواست بکنید. و در کل برای اینکه بخواید پرامپت کوتاه‌تری داشته باشید، چون هر چقدر پرامپت کوتاه‌تری داشته باشید بهتره. این به این معنی نیست که توی ساختار نباشه، به این معنیه که سعی کنید افزایش چگالی اطلاعات و فشردن همون اطلاعات رو توی کلمات کمتر داشته باشید. این حالا باعث میشه که باز شما پرامپتتون خیلی طولانی نشه، چون پرامپتتون اگه خیلی هم طولانی بشه در نهایت نتیجه‌ای که میگیرید زیاد مطلوب نیست. مرسی از زمانی که اختصاص دادید، مرسی از زمانی که گذاشتید. اگر هر سوالی یا هر نکته‌ای داشتید میتونید زیر همین ویدیو برای من بنویسید.
ممنونم. سلامت باشید. خداحافظ.